ادوات موسیقی، یه بار مثلا صدای خواننده های مختلف، یه بار گوینده هاست، یه بار ممکنه رو صدای شما مدتی کار کنم، عین شما صحبت کنم. این که من بخوام بگم کیوان ساکت صحبت کردن من شبیه کیوان ساکت صحبت کردن من قوی ترین کارمه، پس اگر من مثل داوود نماینده به عنوان یک گوینده خوب رادیو تلویزیون صدا سازی کنم ممکن بگم اون خوب نیست. نه، هر صدایی که بتونه اون حس خوب رو نه بسته به اون حسی داره که منتقل میشه به مخاطب. من ممکنه با صدای هنرپیشه خیلی معمولی تو یک سریالی که نقش سوم چهارمو داره صحبت کنم، اما اینقدر خوب صحبت کنم که مخاطب بپسنده. با خودتون کیف یا میکنید. بیام مثلا این میکروفون کار میکنه؟ بله. شما مخت کار میکنه؟ نه من این رو در آوردم به خاطر که این بهش میگن پتگیر، یعنی پیو میگیره توی صدا. این شما الان اگه بذارید نوک بینید قشنگ. بله خانم طبیب زاده اینجا وقتی که چیزا از این مامان این استفاده. دستتون رو برداریم. وای میساقه چرا؟ این الان روشنه. الان شما صدا تو این دارید؟ بله. بله. مثلا به نظر من انسان از لحاظهای مختلف باید به این قضیه توجه داشته باشه. وقتی من به عشق به عنوان یک اسطوره نگاه میکنم، وقتی عشق رو دوست دارم، وقتی عاشق هموطنام هستم، صدا یهو تغییر میکنه. راز جنگل های آمازون، مار پیتون 9 متری، سلطان بلامنازع جنگل های آمازون. حرکت این هیولا در جنگل باعث ایجاد رعب و وحشت می شود. پرندگان با دیدن مار سراسیمه به آسمان پرواز میکنند. دارکوبی در آن اطراف با دیدن مار به شیوهی خاص به درخت میکوبد تا جانوران جنگل را از این خطر آگاه کند. وقتی گوریلی بزرگ مار را می‌بیند، صدایی بس مخوف از خود ایجاد می‌کند تا خانواده خود را از این خطر آگاه کند. یه مجموعه شما دست بزنید. شما دست بزنید. بعد قول بدید صدای ما هم در بیاریم. آقا واقعا من الان که میبینم متوجه میشم که چرا بینندگان برنامه ما اینقدر تقاضا داشتن که ما شما رو دوباره دعوت کنیم. اما من میخوام از شما خواهش کنم که یه استراحت شما بکنین. توی این بخش گفتگومون به اتمام رسید. یه نمایشی رو میبینیم. من تازه داشتم داغ میشدم، گرم میشدم که بتره کنم. آخه اون وقت میترسیم اون گروه نمایش بسوزه. اونا خیلی وقت داغ شدن. آره ما این سوختگی هست. ما این نمایش رو میبینیم برمیگردیم در خدمت. بله در خدمت. سلام علیکم، سلام عرض میکنم. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. خیلی خوب، ببینیم که آقای ساکت چیکار میکنن اونجا. باز رفتیم سر میز آقای ریوندی. باز رفتیم سر میز. نترس. آره بهت میگم الان صبر کن. تقسیم میکنم که به هر دوتون به اندازه کافی برسیم. آقا فکر کنین که میخوایم عیدی بدیم به بینندگانی که خارج از کشورن. خیلی دوست داشتن عید نوروز اینجا باشن ولی الان به هر دلیلی نیستن و دارن از اونجا ما رو نگاه میکنن. بهترین عیدی که من میتونم تقدیم کنم به هموطنان گلم ارزش خندیدن و شاد بودن، اون هم با گفتن دو حدیث ارزشمند. یک حدیث از امام محمد باقر علیه السلام که میفرماید هیچ عملی نزد پروردگار بعد از ایمان به وجود حضرت حق بالاتر و با ارزشتر از خنداندن و شاد کردن دیگران نیست. و همچنین نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه میفرماید که هر کس که دل مؤمنی رو شاد کند من را شاد نموده است و هر کس که من را شاد کند خداوند بزرگ را خوشنود نموده است. اینها همه دلایل محکمی هستند که ما ارزش شادی رو خوب بدونیم، قدر خنده ها و شادی هامون رو خوب بدونیم و همیشه سعی بر این داشته باشیم که همدیگر رو شاد کنیم. همیشه دلیل شادی همدیگه باشیم، نه قسمتی از اون، و همیشه قسمتی از اندوه همدیگه باشیم، نه دلیل اون. اما برنامه جذاب مبارک میدیدم صحبت از این شد که آقا قوله اومده و
آجیلا و شیرینی‌ها رو دزدیده. وقتی که این موضوع رو من دیدم و شنیدم یاد میثم عزیز افتادم که من میگم زدید وسط هدف. مصرفش عین تراکتوره. نه مصرفش کاری ندارم. من تعجب میکنم که چجوریه، چرا اضافه نمیشه به اینجوریه دیگه، فعالیت هم میکنه ولی خیلی پرخوره انصافا. آقا تا حالا شده با کسی شوخی بکنین بعد طرفش بر بخوره بعد جواب بده؟ در خورده اما بر نخورد. من وقتی داشتم باهاش شوخی میکردم خیلی خندید و شاد بود، در رو از دیوار تشخیص داد. به در خورده. نه جدی تا حالا شده کسی ناراحت بشه از دست شما؟ فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنی تا حالش برخورد نه. الان میثم مثلا من ناراحت نشدم. متا بیرون گفته وایس کارت دارم. شاید شما ناراحت شید.